چند تا آخوند میشناسید به جای الهی بگه پروردگارا؟ خب نه الان، سالهاست. شما چند تا آخوند میشناسید مثل ایشون کلمات فارسی استفاده کنه؟ ببینید اون کسی که داره تصمیم میگیره هم شجاعه، ترسونی، هم حکیمه، هم رو ایران و مذهب تشیع چی داره؟ غیرت عجیب داره. یه موقع یک از اینا نیست میگه قبول باش. طرف ایران رو قبول نداره. ما کم نداریم، بعضی اصلا متاسفانه تو هم می‌نویسن مذهبی، طیف مذهبیان اصلا کار دیگه ندارن جز اینکه به تاریخ ایران حمله کنن و فلان. چون اینجوریه. ایران بخوام. ساعت روزه امام حسین. شما چند تا آخوند میشناسید مثل ایشون کلمات فارسی استفاده کنه؟ از شاهنامه دفاع کنه. از فردوسی دفاع بکنه. چند تا آدم میشناسید؟ که یه رگش هم ترک باشه. فردوسی رو بزرگ کنید. باید هم بزرگ بشه فردوسی در قله است. فردوسی یک حکیمه. این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بگیم حکیم. اونایی که چند صد ساله دارن بهش میگن حکیم. یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی. اگر کسی دقت کنه توی شاهنامه خواهد دید این ایران رو سروده، اما با دید یک مسلمان سروده. واقعیته. این همه اصرار بر چی؟ رفته نمایشگاه کتاب گرفته دست ابوالسعید نه فلان چه گذاشتی؟ ابو سعید بوده، چرا داری میگه میذاری براش عربیش میکنی؟ سعید ابوالخیر، این از سعید الف لام سعید از کجا آوردی؟ ابو سعید خب این تو یعنی عرب که نبوده که. مقدمش هم آقای دکتر امید مشت که قرآن خدا منظور در نوشته. متن کامل رباعیات هر 10 نفر موجود توش هست. کلمات عربی رو می‌خوایم فارسی کنیم، این فارسی ها رو عربی می‌کنیم. خیلی آوانگارد این حرفا برای یک سری از فضاها. غیرت رو ایرانی بودن، غیرت بر تشیع، بر اهل بیت، روزه‌شو تعطیل نکرد و در مراسم امام حسین حاضر شد.